من یه پیرمردی رو دیدم یه زمانی که خدمت حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه بودیم، پیرمردی بود کنار حفاظ کلام الله. اونم من هر شب که از حوزه برمیگشتم میدم کنار حفاظ، اینم داره قرآن میخونه، محاسنش سفید، سنش بالا، کنار بچهای قط و نیم قط نشسته قرآن به ظاهر حفظ میکنه. خیلی برای من عجیب بود چطور میشه این با این سنش کنار این بچه‌ها چه کار میکنه. یه دفعه میخواستم برم وضو بگیرم، اتفاقا اینم با من تو همین مسیر همراه شد. از سوال کردم که کانزه هستم، از کجا هستی شما؟ گفت که من از برمه هستم. برمه همین چی میگن میانمار، اسم محلی ترش بهش میگن برمه. گفت من میانمار هستم. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ گفت خب میبینی که قرآن حفظ میکنم. مثلا عجیبه. یه داستانی تو نفحات العرب است در رابطه به فردی که آرزوهای طولانی داشت. میگفت نکنه شنیدی اسرائیل فوت کرده انقدر مطمئن شدی توی سن میخوای قرآن حفظ کنی؟ خندید گفت که نه من میدونم شاید نتونم اینجا حفظ کنم، ولی یه سال اینجام چند صفحه بیشتر نتونستم حفظ کنم. گفتم خب پس چی اینجا وقتو میگذرونی؟ گفت میدونم شاید حافظ قرآن نشم، اما کنار حافظان زندگی میکنم، کنار حافظان قرآن میمیرم، به این امید که الله فردا حشر و نشر منم با همینا بکنه. به خدا میگم خدای اینا رو دوست داشتم. المرء مع من احب، هر کی با هر کی تو دنیا بود و باشی داشته، تعلق خاطری داشته، دلدادگی داشته، حشر و نشرش هم با هموناست. خدای من اینا رو دوست داشتم، با اینا مردم، با اینا زندگی کردم، حالا میخوای من از اینا جدا کنی؟